خوش از رادیو آزادی دیروز شهلای گل خواجه سوال کرده بود که اینجا چی است و چی گپ است. اینجا بالکل آرامی است. تنها ما نیز خبر یافتیم که عربستان سعودی برای شهروندان ازبکستان یعنی ویزا دادن را قطع کرده است، یعنی دادن ویزا را وادید را، و اما اینجا یگان حال در یگان حال تغییراتی به مشاهده نمی رسد و همه چیز خوب است و مردمی که الکی قسمت عمره را ختم کردن اونها به وطن می روند و ما بر اینها حال اینجا هستیم. یگان مشکل پیش نیامده است و هیچ گپ زیادتی هم نیست، اما درست است که شاید این موقت از اونجا یعنی در ازبکستان سفارت عربستان سعودی برای چند مدت موقت از دادن روابط خودداری کرده باشد و این هم شاید به همان چی مربوط باشد که همان بیماری سرایت شونده همان کرونا ویروس. از این خاطر اینجا اما کدام یک چیزی زیادتی به مشاهده نمیرسد، فقط از ما تقاضا شد که این چی استفاده بریم، یعنی دهن و بینیه به هر حال محکم داریم تا یگان این بیماری به ما سرایت نکنه. لیکن فکر میکنم اینجا اما یک گروه دیزینفکسیا کننده ها همه جا گشته دیزینفکسی کرده ایستادند، یعنی همان از سرایت شدن این بیماری جلوگیری کرده ایستادند و هیچ گپ و کار زیادتی در اینجا نمیبینیم. فکر میکنم که این یک اقدام موقتی است از جانب مقامات عربستان سعودی.